آقای پزشکیان قول داده بودم راههای دیگرم بهت یاد بدم. آقای پزشکیان ببین برادر، این کسایی که سوخت قاچاق میکنن جلوی اینا رو بگیر. برو این شرکت پتروشیمی، صنایع فولادی، جاهایی که دزدا اونجا جمع شدن، جلو دزدیا رو اونجا ببین چه پولی جمع میشه. جلو دزدیا اونجا رو بگیر. جلوی قاچاق بنزین بگیر. جلو قاچاق دارو رو بگیر. جلو این کسی که دارن قاچاق میکنن کلا جلو قاچاق رو بگیر. 5 سال بودجه مملکت از توش در میاد. من التماس کن بابا، قلدر باش، شجاع باش. حالا آدمو به قول خراب میکنی. شما یه راه دیگه داریم. این سفیر ایران در لبنان گفت ما حاضریم سوخت کل لبنان مجانی بریم. بابا اونو برو بردار بیار، بگو بیا اینجا ببینم، پول بده به خودم ببینم، ازش بگیر. گفت کل سوخت لبنان میدیم، از اون بگیر. از این آقای صالحی فهمیدن که میخواست سوریه رو کجا رو بسازه، اونم میخواست اونو برده بیار. آقای زاکانی با آقای سروری شورای شهر شدن، اونو واسه غزه رو بسازن. برو بگو پولا رو بده ببینم، برو ازشون بگیریم پولا رو دیگه. این همه پول ارزه باید انسان داشته باشه. وقتی میگم جونت باید کف دستت باشه یعنی این که زندگی مردم برات مهمتر از جونت باشه. یعنی برو جلو بگی جیگر داری؟ نداری دیگه. هی نره من غریبم بازی در میاری، هی برای من نحس و بلاغه میخونی. بلند شد پاشدار بکش، ارزه به خرج بده، پولا رو برداره بیاره این ور اون ور. نشینه چه گریه زیر را بنداز. حالا بچه خوبی بودی بازم بهت میگم کجا پول هست، از اونجا میشه پول رو داره.